من هانا، من الیم. امروز اومدیم با این ویدیوی متفاوت. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو واجبه که اینجا یه مهمون ویژه رو معرفی کنیم. سنا جون سلام. سلام. معرفی خودتو. سنا هستم. در خدمت شما. خیلی ممنون. بچه‌ها امروز ویدیویی که می‌خوایم بگیریم اینه که می‌خوایم با هم دیگه پرونده جنایی حل کنیم. الان خیلی ذوقشو داریم. پرونده‌ای که قرار حل کنیم سایلنت هیل هست. اینجا برعکس ببینید داستانش رو بخونید. داستان خیلی چون من مهمونم من باید اینو باز کنم. غلط می‌کنید. بده من. چون من می‌خونم. برو گوش کن. بیا در عقب‌تر. ببین اینجا نوشته حقیقت آن چیزی نیست که تو می‌خوای. بعد این قضیه چیزه انگار یه نخواست. آره. یه نفر نامه بهش دستش میرسه از طرف همسرش به نام میری. یه دونه چیز نامه به دستش میرسه که بیا فلان شهر ملاقات کنیم همدیگه رو. ظاهرا رفته اصلا نبوده. میگه آقا می‌خوایم همدیگه رو ببینیم یا بریم بیا فلان شهر همدیگه رو ببینیم. بعد میره اونجا میبینه که همه چیز ساکته، هیچ کس نیست، خبری نیست و یه شهر خیلی عجیب غریب. و الان ما قراره این پرونده سکوت و وهم‌آلود و اینا رو با هم دیگه حل کنیم. میفهمه که زنش مری 3 ساله که مرده. یعنی میره اونجا میگه که 3 ساله که زنش مرده. خیلی پرونده جالبی میخوایم با هم حل کنیم که در قضیه نکات مهم بازی از اول میخونم. در بازی بعضی از تصاویر به صورت پشت و رو چاپ شده‌اند. 2. برای درک بهتر داستان بازی لطفاً در مسیری که بازی شما را هدایت می‌کنند حرکت کنید. به دلیل عمیق بودن داستان بازی تمامی متن‌های بازی با دقت و حوصله خوانده شود. بچه‌ها بریم سراغ صابخونه بازی کنیم. عجبا خیلی عوضی. من یه ساب ببینید مثلا من مهمونم. این تو خونه ما بود. خب با هم دیگه یواشا بسم الله نذاش باز کنم بعد الان میچپت خونه باز میکنم. خب با هم دیگه باز کنیم یعنی یه چند دیگه بیا دست داریم اینجا نمیخوایم نخوابه کنه. با درش بیار بودو دیگه. این چیزی توش نداره. توش حاجی اشیا بیار اینجا یواش اونو بدون نشون بدید. بچه‌ها یه پرونده جداست بیمارستان برای بیمارستانه. این هتله. من بیرم. این برای زندانه. این زندانه. عکسش هم پشتش هست ولی تو این زیاد خوب نیست. زندان. این قبرستانه. اینم میتونی اسکن کنی. قبرستان. به تصاویر بهتر بذار میخونیم. روزوالتر پارک. این هم دیگه نفره. یا در کنم همون یه نفرم اینجا وایساده. آخرین سکانس حاجی دست این یه چیزی افتاده مرده این. عالیه. میخوای نشون بده ها؟ عکس‌ها رو نشون بده. نه اینو نشون بده. اونا چیزا خاصی اینم آخرین سکانس. خب این نامه‌ایه که مری به اون یارو فرستاده. بذار من بخونم. ببین یارو مریه به این چیز فرستاده جیمز طرف اسمش جیمزه. نوشته در خواب‌های بیقرارم آن شهر را می‌بینم سایلنت هیل. تو به من قول دادی که روزی دوباره مرا به آنجا ببری اما این کار را نکردی. خب من الان تنها در آنجا هستم در مکان مخصوص خود ما منتظر تو هستم. بعد این نامه فکر کنم اون موقعی فرستاده شده که 3 ساله. نه دیگه این نامه به دستش رسیده این بهش گفته منتظر تو هم رفته اونجا. زنشه؟ آره. بابا 3 سال مرده زنش. میره میبینه که 3 سال مرده. در واقع این نامه بهش نمیدونسته. پس از کجا میدونی؟ خب اینم عکس چیزه اینو با نشونش بده راهه. داره رانندگی میکنه. این چی؟ بعد اینجا بچه‌ها من بخونم اینو. اوکی میخونم.
این چیزه. ماریا اینجا ماریا. آره این یه دونه چیز اینجا بارکد هم داره بعد بارکدشو من بخونم. بده بخونه بلند بخون داداش. بده من. چی؟ خب تو تاریکی تاریکیش؟ وایسا آقا باید به ترتیب بریم. این حس میکنم اضافه. اینو باید بچه‌ها چیز کنیم اول. نه اینها اینو باید خب، اسکن بزنم. کنیم ترتیبش و راهنماییشو بهمون بگه. خب بیا بزنم. یه دقیقه وایسی ما بیایم. اینو گوش کنید حالا. خب میگه از کجا باید شروع کنیم؟ چیز کردیم. آره. اینا کدشو آره اسکن نوشته کردیم. از کجا باید شروع کنیم. توجه، ابتدا باید نامه مری به جیمز را بخوانید. خوندیم. سپس با خواندن صحبت‌های جیمز با خودش با اولین معمای این مسیر برخورد خواهید کرد. معمای پیدا کردن اینو میگه بچه‌ها اینو میگه. آره اینو. بعد معمای اسمش چی بود اون یکی؟ نه با چیه؟ معمای فرکانس رادیو. فرکانس کدومه؟ رادیو. نداریم فرکانس نداریم. یاد بده من. آخرین سکانس معمای حتما به این دقت کنید که دیالوگ ها در بازی به شما مسیر بازی رو نشان خواهد داد. به هیچ وجه خارج از مسیر حرکت نکنید. از آنجایی که فضای باز بسیار آشفته و دارک می باشد پس از خوب دیدن به شما بسیار کمک خواهد کرد. خب معمای فرکانس رادیو رو اینجا اول اینو بخونید بچه‌ها. A few moments later. تو تاریکی چراغ‌های مه‌آلود جاده به آرومی از کنار پنجره‌های ماشین رد می‌شدند و من با دست‌های لرزان نامه‌ای دستم گرفتم. صدای موتور و وزش باد همراه با تپش قلبم خاطرات قدیمی و احساسات گرم گذشته را به یادم می‌آورد. مری چرا دوباره مرا صدا زدی؟ این پرسش تو ذهنم همش میچرخه. حرفای نامه همچنان تو گوشم زمزمه میشن. همون جمله‌های مبهم و پر از احساس انتظار. من همیشه منتظر تو بودم. هر بار که فرمون ماشین رو میچرخونم خاطرات شیرین و تلخ گذشته مثل سایه‌ای تو ذهنم ظاهر میشن. شاید این نامه پلی باشه بین گذشته و حال، یادآور لحظه هایی که با لبخند کنار هم بودیم. لبخند و امید کنار. امید اونو نذاشتی. حتی فکر کردن بهش هم خیلی سخته. شاید با روشن کردن رادیو هم بتونم کمی از این افکار جدا بشم. باید فرکانس درست رو پیدا کنم. فرکانس درست رو پیدا کنم. خب حالا فرکانس اینجاست. یادم. حالا نوشته راهنمای اول. در صحبت‌های جیمز با خودش یک سری کلمات به صورت ناقص نوشته شدن. بی دلیل هم نوشته نشده. بی دلیل نبوده. الان این شه این مید دیگه امید چیز دیگه رمزه. آره رمزه وای، و کاغذ بیارم. کاغذ. تو برو بیار من اینو میخونم. ناقص نوشته شدن که نشان از ذهن آشفته جیمز دارد. خب یه دونه هم بود من خوندم. کلمات را پیدا و سپس تکمیل کنید. خب بگید من بنویسم. یه دونه یه بده من. نه نصب کن. نشده ما نوشتیم این اینجا. چیه بچه‌ها؟ اون اینه ها دیگه اینه ها. تو تاریکی شب باید باشه. بتا امید. بتا. یعنی چی الان؟ خب بریم بعدی. چیدن. راهنمای بعدی. خب بدونم خب راهنمای اونم داشته باش. خب راهنمای بعدی آها. در تاریکی. وای ببین راهنمایی اومد. ببین در تاریکی در تاریکی شبه که حرف ب جا افتاده. احساساته که حرف ت جا افتاده. بعد اینجا میشه در تاریکی اینو نوشته بود بالا دوباره نوشته. لبخند و امیده که حرف آ جا افتاده. اینا رو داشته باش. بتا. خب داریم دیگه. خب راهنمای سوم. راهنمای سوم. حروف جا افتاده ب ت آ. شما برای پیدا کردن فرکانس این ب ت آ فرکانسه. یه چجوری؟ من بتا فرکانس. این فرکانسیه که تو رادیو الان پایین بزنید. آها. شما برای پیدا کردن فرکانس نیاز به عدد دارید. پس بعد این حروف را یه جوری به اعداد ربط بدید.
بذار ببینیم جایی تونستیم رفت بدیم. نه حتما یه جوری هست که میشه رفت داد و هم جور در بیاد انشالله. جایگاه این حروف در حروف الفبای فارسی: ب دومین حرفه، ت چهارمین حرفه و الف اولین حرفه. چرا اعداده. اونو باید خودمون پیدا میکنیم بعد میزدیم. یاسه الله. عدد پیدا شد دیگه. ببین حروف ب ت آ دیگه. ب 2 ت 4 الف 1 2 ت 4 الف 1 میشه 2 4 1. خب بس پاسخ نهایی رو نزن. چرا؟ نزن دیگه. نهایی نزن دیگه پیدا کنیم دیگه پاسخ رو پیدا کنیم لااقل. آها خب بیا اشتباه کردیم. بچه‌ها رادیو. او نورشو زیاد کن ببینم. بچه همه این عکس نبود؟ تو ماشین بود؟ نه دیگه تو ماشین نشسته رادیو رو داره رادیو بزن بیا یکم نزدیک کن گردنم درد گرفت. چجوریه؟ چیکارش کنم؟ آها چرا حرکت میکنه؟ چرا نمیشه. احساس کنم این حرکت کرد. وای ریدم ریدم خاک تو سرت. صداش نمیاد. پس برم اونجا صداش بیفته اونجا. وای وایسا صداش بیفته. چیکارش کنم؟ نمیشه دانلودش کرد گذاشت اونجا؟ فکر نکنم. آجی فکر کنم چیه؟ آهنگ می‌نوازه؟ آره دیگه رادیو آهنگ می‌نوازه دیگه. حالا با اینو می‌خوایم چیکار؟ حاجی من میترسم. جمعش بذار ببینیم چی میگه. حاجی آنابل وای انم چرا قشنگی آهنگش؟ بشی من دیگه شم چیه این؟ بذار ما تنظیم کنیم. چیه؟ بذار بخونه تا آخر. حاجی پشمام نکنه مثلا 2 بار بزنیم. همین بذار 2 رو بزنم. نمیدونم چیه. وای خراب شد. نکنه فازش اینجوری اصلا با این آهنگ باشه بیاری حالا اینجا. صداتون رو ببینیم پایین بده. راست میگی بذار ببینم. هیچ حرکت نمی‌کنه. ادامه رو بزن. باید بخونه حس میکنم همشو. فقط گوش بدیم. بخونم شاکر رفت 2. شاکر رفت 2 بار زدی؟ وایسا. بذار یه دور دیگه بزنم. 4 بار بزنم چی میشه؟ سلام دیمه. قشنگه. میخواد حرف بزن. بچه‌ها چیه؟ اینو چیز کردم قرمز رفت رو 2. قرمز رفت رو 2. بزن این رو فرکانس 4. ببین بزن رو 4. این 2 الان باید بزنیم رو 4. دو داره پشتش میکنه. نمیدونم آهنگ بزن نمیخونه. رو 4. وایسا اینا بچه‌ها فوکس میکنه. نایسه الان آها 4. فرق نکنه. ببین 4 رفته. قرمز 4. ای کوفت. نکنه اینی که میره روشو باید بنویسیم. نه دیگه 210 چیز. خب بزنی حالا 4 با یکم باید بزنی. یکی چیکار می‌کرد یکی؟ نه صفحه کنم اشتباه شد. خسخس نباید کنه. فکر نکنم اشتباه باشه. میگم تکونش بدم. بذار رو 1 ببینیم. نه رفت رو 1.
بچه دیگه یک آهنگ نمیخونه. 2000 years later. 2 3 4 یه دونه رد شد 200. آها یکیش هم یاد اینجا شد 241. بچه حال کردم. حل نشده آراد نصفی شده. اینو رفتم. بچه ساکت شد. راست میگه 2 4 1 2 کنارم یکی میگه 241. وای پشما. بچه حل شد. بچه ساکت شد چرا صداش؟ این حل رد شد. شد چرا؟ وای کاش صدا خشخش میداد. بله. در حالی که مه همچنان در خیابان‌های سایلنت هیل میپیچد، شهر خودمون گوش کنیم. خاطرات، صداها و زمزمه‌هایی که در گوشه و کنار به جا مانده‌اند همچنان پژواک دارند. اینجا جایی است که هیچگاه گذشته از میان بفهمم چی میگه. گناهان تو پاک یه بار دیگه شاید صورت شاید تو رو میبلعه. ما هر دو گناه کاریم. بد شد. اصلا فهمیدی چی گفت؟ یه بار دیگه بزن ببینیم. یه بار دیگه بزنم بیرون. به خدا این فهمیده باشیم بچه‌ها. ما نمیفهمیم مثلا. من زر زدم بس شد من نمیدونم تو ادیت چجوری بزن داشت. ورود. فهمیدی؟ شهر تا گناهان تو پاک کن وگرنه شهر تو رو میبنده. خب بیاین بریم حالا این. و صدا یه بار زد کنیم ببینیم چجوری میتونیم زد کنیم. نه دیگه آره برو. شهر چجوری داره؟ ماما. دارک شد. یه قاتل توشه. شاید ما خب مهمای قبرستان باز کن قبرستونو. اون دخواه به این نگاه نکن. قبرستون معمای قبرستون رو قراره. برعکس. بله. تا چیز کنم. خودش کنم داریم توش چی داره. جرش بده. نه دیگه آدم باش. آدم بودن کار نمی‌کنه. من بهت گفتم. به سلیته نیاز داشتید شما. آو بچه‌ها. توش یه عکس داره بچه‌ها. یه دونه است. آره یه دونه است توش. کلاً عکس یه دونه قبره. عکس بارکد قبره، پشتش هم بارکد داره. خب دیوید اوروسکو تاریخ تولد 3/9/1964 تاریخ فوت 3/4/2021 در زمستان که زمین زیر برف مدفون شد همه چیز خاموش بود حتی خاطرات روزها کوتاه شدند شبها بی پایان و من در میان این سکوت سرد به خواب رفتم بیان که کسی مرا بشنوه شاید مثلا یک چیز مثل رادیواکتیو اومده همشون رو کشته رفت ولی خب دفن شد. ببینم از ایداری بخونم خودم. بذار منم بخونم. ببین اول تاریخ تولد خودش رو نگاه. درست بگیر. 3/9/1964 یه چیز عجیبی وسط می‌بینم. این دو نفر 20 و 18 مردن یعنی تو یه روز مردن ولی این جلوتر مرده. حاجی پشمو این دیرتر مرده. دیرتر مرده. این 2021 مرده. دیرتر مرده دیگه منظور اینه که این تاریخ فوت این 221 بعد الیزابت جونز 1969 ببین دیوید 64 به دنیا اومده الیزابت 69 به دنیا اومده تاریخ فوتش هم 2018 بوده یعنی با هم به دنیا اومدن. نه با هم به دنیا نیومدن دیوید زودتر به دنیا اومده الیزابت 69 به دنیا اومده دیوید هم 64 به دنیا اومده جانم 2003 به دنیا اومده جان از همشون یه جوان‌تره دقیقه صبر کن. خب این بخون. الیزابت جونز واسه اینا میخوای اینو اسکن کنی؟ بچه‌ها این اول دو بخون. نفر فامیلیشون یکی اینا فامیلن. دیوید و جان فامیلن بچه‌ها خب بچه‌ها دیدید. چیز اینو بعد عکس بگیریم بذاریم اونجا آره میذارم. بعد الیزابت جونز خوندی تاریخ تولد چه باری که من میخونم تاریخ تولد 7/3/1969 تاریخ فوت 11/11/2018 داغ تابستان را بر دوش کشیدم اما آخرین روز سایه های بلند شب بر روی زندگی من افتاد و هیچ کس نفهمید که وقتی خورشید غروب میکرد من هم در سکوت گرم از این دنیا رفتم. پشم تابستون بوده گرم بوده مگه حاجی 11 بهمنه. بدین منم بخونم. نه اینو تکون نده اینو تا صدا میفته چیزه البته نکنه. میلادی ها میلادی 11 کی میشه؟ چه فصلیه؟ همون اسفند بهار میشه دیگه
ولی بازم نه دیگه. اگر فرق می‌کنه. نه فرق می‌کنه. ببین 8 اونا میشه زمستون آگوست. عیدشونه، اونا میشه. زمستون عیدشونه. زمستون چیزه. کریسمس عید 8 می‌کنه. ببین تابستونه، هشتم تابستون. میلادی دارم حرف میزنم 11 تابستون. 8 میلادی همین چیز 8 میلادی آگوسته که میشه تولد من خب میشه مرداد ما آگوستش چیزه پس اونجوری حساب کنی 8 9 10 11 میشه پاییز پاییز میفته پاییز پاییز کی آذر کی ببین مرداد میشه 8 میلادی 8 میلادی مرداد آذر. آذر آذر. آخر پاییز تازه آذر. هوا سرد و بارونیه آذر. خب آذر ماه پس یعنی امکان داره خونه آتش گرفته باشه یه جایی توی جایی سوخته باشه جان اوروسکو ها تاریخ تولد 2003 از همشون جوان‌تره. آره میگم منظور این که 8/5/2003 تاریخ فوت 11/11/2018 با چقدر جوون الیزابت. مرده سنش رو آره، دقت بنده کنید خدا سنش هم کم بود. خورشید بیرحمانه بر من تابید جفتشون مثل هم مردن سایه ها کوتاه شدن و راه ها سوزان در گرمایی که آتیش همه می‌ده. را در گرمایی که همه را زنده می کرد من خاموش شدم بی هیچ صدایی و بی هیچ ودایی. بچه ها میدین چی جالبه؟ نگاه کنید الیزابت و جان جفتشون هم توی چیز گرما مردن ولی دیوید تو سرما مرده دیوید تو سرما مرد. آخه چیز دارید ببین کی فوت کرده 4 کی میشه نزن 4 میشه چیز واسه 4 میشه تازه اول بهار. آره آره. چجوری تو سرما مردین تو گرما؟ I don't know خب راهنمایی دومو بزنم. وایسا اینو بزنیم بذار یکم بخونیم اول اینا معما داده خب آخه این پشتیشو نگاه کن اسکنشو گفته اسکن کنی بزن اسکن کن ببین راهنمای دوم بزن سنگ قبر دیوید به زمستان اشاره کرد سنگ قبر الیزابت جونز به تابستان اشاره کرد خب اینو فهمیدیم سنگ قبر جانم به تابستانش جفتشون به تابستان اشاره کرده از آنجایی که زمستان بعد از تابستان میباشد پس ترتیب‌ها به این صورت خواهد بود ترتیب چیزا پس بعد اول تابستون رو چیز کنیم. الیزابت و جان رو بعد اول اوکی کنیم بعد این صورت دیوید آره خب تابستان زمستان حال اولویت بین تابستان ها با توجه به تاریخ تولد مشخص می شود بنویسیم بچه‌ها بذارید من یک دفتر برگه خوب بیارم به دست اون تاریخشون رو بنویسیم اول کیو بنویسیم تاریخ تولد بزن من نسبت بهت به بگم تاریخ تولد باید چیز کنیم خب. بچه‌ها نسبت کی؟ اول سب کن من بهت بگم کدوم زودتره رو باید بگم آره دیگه اینجا تو که با هم دیگه مردن این نه جان جان اول جان بعد نه. الیزابت اول جان رو بنویس جان بخون واسه خب جان اوروسکو تاریخ تولد 2003 8/5/2003 5/2003 آره تاریخ فوتش هم 11/11/2018 یعنی چقدر کوچولو بوده بنده خدا آره. خب الیزابت هم تاریخ تولد 7/3/1969 تاریخ فوتش 11/11/2018 با هم فوت شدن ولی این خیلی کوچولو بوده زمستونم چندشو در واقع سنشون هم بنویسیم اول چیزم بنویس دیوید هم بنویس دیوید تاریخ تولد 3/9/1964 تاریخ فوت 3/4/2021 همین 5 سال پیش 21 خب بعد ببین جان و دیوید با هم چیز بودن یا مثلا خواهر برادر بودن یا فامیل بودن دیگه جان و دیوید جفتشون هم برادرن خواهر برادر میدونم چیه؟ نه خواهر برادر نه شاید مثلا پسر عمویی پسر دایی نمیدونم دایی که نمیدونم همون فعلا که نمیدونیم خواهر برادر سناشون هم بخوایم حدس بزنیم این دوست دختر اینه این دوست دختر نه هم یه بودن. دونش خیلی کوچیکه اصلا به سن قانونی هم نرسیده حتی بچه ها مادرش جان نباشه دیوید. ببین الیزابت 69 به دنیا آمده جان 2003 مادرش این نباشه 69 بدون این 64 الیزابت یعنی پدر مادرن این مادر این دوتاست نه اینم بابا اینم 64 آره، اینم باباشه دیگه. راست. اینم باباشه واه خانواده من این مادر و فرزند با هم با هم. بعد آره
آره مادر فرزند یک روز با هم دیگه فوت کردن ولی پدرش مثلا دیرتر فوت کرده تو زمستون. خیلی دیرتر فوت کرده. اندازه 3 سال دیرتر فوت کرده. و چرا؟ چرا؟ فاز کاراگاه گرفتیم. چرا؟ عیسای روی قبرها چی میگه؟ آره این روز داره. الیزابت روز قفل داره، داره. دیوید قفله، جان صلیبه. میخوای اینم اسکن کنی؟ اسکن میکنیم. بذار یکم خودت فکر کن. نه آخه جوابشه مگه؟ 2 دقیقه بذار وایسا. ببینم. راهنمای سوم. دوم دیگه، سوم چرا؟ سومو دیدیم دیگه، دومو دیدیم. آهان خب سوم. راهنمای سوم نوشته ترتیب اولویت‌ها بر اساس سنگ قبر این گونه میباشد. الیزابت که نماد گل رز روی آن میباشد. اولی چیزه اینجوری نیست. اولی الیزابته. خب دومی جان که نماد صلیب روی آن میباشد. دیوید که نماد قفل روی آن میباشد. اینا ترتیبه. این دوتا رو جابجا باید بکنیم. حالا باید جابجا. بر اساس چیز جابجا باشه. خب میتونیم نمیدونم. یک بعد میتونیم 2 ولی چون به خاطر که فکر کنم اول این مرده بعد این چیز کن. اینو اسکن کنیم. تو اسکنره. Niye Dinlen zaten cesur karşı الله نگرد سب دست خودم سب کن. آها چیه اسکن رمز؟ کردید؟ چیزو بزن اینو بزن بتا رو بزن بتا نیست. به بتا ربطی نداره. نه ربطی نداره. نکنه به سال تولده ببین گفت به ببین، روز به روز صلیب روز صلیب آخرش قفل. قفل به اینا ربط داره. ای خدا. چند رقمیه؟ سه رقمیه؟ kem بود 539 ها امتحان کن سب ببینم چی 139. نوشته. یه جوری نفس میزنه نه آره. فکر میکنم. نه اشتباهه. بزن 241 873. بزن یه دقیقه 241 رو بزن. اینا- یکی کو تنسیت کن چیز کن برگه کو این قبرستان از توش در آوردی. نه اون یه دقیقه بده. یعنی پشت این اینا صلیب. بابا من فکرم به درد گفتم پشت رو بچه‌ها 2 تا قفل اینجاست. بده من کو قفل کو. بچه‌ها شور. همونجوری که میبینی چند تا صلیبه 2 تا صلیبه بچه‌ها 2 تا صلیب چند تاست بگو. خفشیم بابا گل روز یه 2 تا روزه نه از روز باید شروع کنیم از روز صلیب چیه صلیب صلیب بعد نه دو تا بعد صلیب. صلیب 2 تا صلیب نیست 3 تا صلیبه 3 تا صلیبه. 3 تا صلیب یه دونه هم گفت یه دونه قفل 2 تا گفت 2 تا قفل. خیلی تیره فوتاشی آورد. زهر قطعش کن داره یه چی میگه. قطعش کن اونو. بیار ببینیم چی میگه. بچه‌ها می‌خواد یه حرفی بزنه. بچه‌ها اینو ویدیوشو میگیریم میذاریم اونجا شما هم ببینید. آره. ببخشید من مامان تویی؟ نه تو نیستی. ببخشید نمیخواستم بترسونمت. من گم شدم. گم شدید؟ آره میخوام به سایلن هیل برم ولی پیداش نمیکنم. این راهی که دارم میرم درسته؟ بله درسته. یکم جلوتر از اینجا روزوالتر پارک میرسی. ولی بهتره وارد این شهر نشی. اینجا اتفاقاتی داره میفته که توضیحاتش یکم سخته. یعنی داری میگی که خطرناکه؟ شاید. و فقط هم مه نیست. ولی من به هر حال باید برم چون دنبال یه شخصی میگردم که خیلی برام مهمه. تو چرا اینجایی؟ منم دنبال مادرم میگردم. خیلی وقت ندیدمش. فکر میکردم پدر و برادرم هم اینجان ولی پیداشون نمیکنم. راستی من آنجلا. منم جیمز هستم. مراقب خودت باش جیمز. روزوالتر پارک میره روزوالتر پارک رو پیدا کن پارک روزوالتر رو پیدا کن ولی بهتره من بازش وارد کنم یه یه شهر دفعه نشی. تو رو خدا. من این دفعه وارد این باشه. شهر خفش می‌گی اینجا اتفاقاتی داره میفته که توضیحش یکم سخته یعنی داریم میگه که خطرناکه فقط هم مه نیست یعنی فقط مه نیست ولی من چون مثلا شهریه که خیلی یه مه داره توش. اتفاقی. بعد یه مهی اونجا پیدا کردم مردم استشون کردن مردن آره چه آره آفرین. ولی من مثلا چیز میتونه باشه گاز مرگاوری. بعد میگه نه ببین آنجلا برگشته بهش گفته دور اینجا مرده میگه دور و برم پر از مه. خب
ولی مه نیست. آنجلا گفته فقط این وسط بس مه نیست، اینجا فقط مه نیست، یه چیز دیگه هم هستش. حاجی آهنگش خیلی پشیمونی اوکی. همین خوبه دیگه. بذار همینجوری بمونه. برگام به آنجلا تو ذهنمون نگه دار. من گفتم آنجلا رو یادت باشه. کاش فامیلیش هم میگفت. آنجلا این با چاقوه. هیچی آنجلا نیست؟ آنجلا دیگه نگهش داریم بچه‌ها. اونی هم هست. اینو با کن. تو هم می‌کنی؟ آره من باز میکنم. خب بچه‌ها اینا رو بزنیم اینور. برو اون جلو. برو اون جلو یه نشون بده. راست میگی و بری جلو. خب من آمدم. این تصویرشه. اینم روز والتر. براتون باز میکنم ببینید از همینجا. حاجی گرممه. از استرس گرمم شد. بعد یادت باشه اینا رو بچه‌ها بزن. خب بعد بچه‌ها اینا بسم الله الرحمن الرحیم. صبر کنید نشون بدم بیام. این نوشته و ترس آن درخت کشیده سر به فلک کشیده که از بیا اینجا نگاه کنیم. درا بیا اینجا نگاه کنیم. نشون بده بگو بعد بگو. قطع کنیم دیگه نه بلده بود. این چند تا عکسه من ببینید. آوارا گالمشتم رو دستم. اینم که مثلا جیمز و اینا نوشته. اینم هست نگاه کنیم. از اول نشون بده. از اول نشون بده. اول ترتیبش مهمه. آره اول تصور تصور ترتیبش این بود. اول این بود، بعد این بود، بعد این بود. خب جیمز و چیز دوباره هستن. اینو باید بخونیم دوباره. خب بیا این آخره. بچه‌ها یه دقیقه در بخونید. درو بخونید. یه دقیقه در بچه‌ها بخونید. میریزن. یه چشم اینجاست. اینجا مرگ چیز داره. خاموش مرگ شمال خاموش. جنوب آیوی تو دلت نگرد. آیوی صبر کنید منم میام. درخت کشیده سر پر کشیده که از ریشه خب اینم راهنماش آوردم. خوشگانه. میخوشگانه. ببین و ترس آن درخت کشیده‌ای سر به فلک کشیده که از ریشه مرا میخوشگاند. الان بحث یه درخت هم از این مثلا. نه درخت تمثیله. تمثیل راست میگه. درخت فکر نکن. نیست. نه بده. ببین و ترس آن درخت بچه‌ها نکنه چون مهه یه چیزی اونجا مرگ خاموش. بچه‌ها یه چیزی اون بین اون مه‌ها بوده. مرگ خاموش دیگه همونو میگم. یه چیزی بین اون مه‌ها بوده. چرا نمیذاری؟ یه چیزی بین اون مه‌ها بوده که به شکل درخت دیده شده. معلوم نیست چیه. خب راهنما. نه اولیو بزن. خب بر روی بابا اوه پشت اونم بر روی در میدونم فعلا نزنید. بر روی در روزوالتر پارک جملات و تصاویری کشیده شده که گویا هر کدام از آنها با تصاویر درون پاکت مرتبط است. این در مورد این همه چیزا که الان توی این خوندیم بچه‌ها، توی این تصویر خوندیم با تمام این تصویر مرتبطه، هر کدوم جدا. خب بعد در طول حل این معما خوب دیدن به شما کمک میکنن. پس بعد بچه چشاتون رو بردارید. دو تا چشم درس این نگاه آیوی تا اونجایی که من میدونم توی پزشکی نه مربوط به تزریقات رگی. بنویس آیوی رو بنویس دیگه هست دیگه اونجا. این اون پشت این بارکدشو بعد بردارید. حاجی یه عددم اینجاست. عددی؟ آره بده من ببینم. این چیزی نباشه. نه هست. اینجوری اینو پاره میکنه. تزلیندن آدگوی مار بخوا. 5 3 خیلی ریزه. جردن 5 پوکیه. 3 این رمزش چنده چیزی داداش؟ که ما بزدیم باز کرد قبرستون. نه اون نیست. رمزش چنده؟ خیلی طولانیه. بچه پشت اینو چه بارکدش الان میخوام بزنم. کجا میری بارکد میزنی؟ نه ها. یه بیرون. اینا رو نباید ببینیم الان فعلا. همه اینا رو ببین بعد از ویدیو با گوشی من ویدیو گرفتن آهنگ ثابت میاد. راست میگفتم. دیدی گفتم؟ دستمان بیارین رو پاک کنیم. پشت دستمان کنم. دیدی گفتم؟ تو بوقاتی هم فکر نکنم این تصویر باشه اینقدر راحت که نمیان رمزو بزنم. حاجی برگشت. درگه چیز شد. خراب شد. نه این حروفه. خب میگم اون نیست. اون نیست. گفته خوب دیدن. نه
نه دیگه اینجا هم من رو دیدن. نوشته. شمال چش. شما ها خوب دیدن. چی نوشته اینجا؟ وایسا. این چی؟ ببین شمال غرب شرق ببین راهنما رو تو اسکن کن. داره وایسا. بذار اونجا یه دقیقه، بذار اونجا هم کار دارم. بذار اونجا. من نگفت آقا تو راهنما گفتش هر کدوم از اینا به اینا ربط داره. برای اینکه ما بتونیم اینو وا کنیم بعد اینا رو اینا استفاده کنیم برادر. الان ببینین اینجا یه ماهی چیز هست. ماهی مرده. مرده 3 تا کلاغ هست. ببین خیلی ماهی مرده فقط یه دونه نیست واضحه یه دونه است. یه که واضحه آره. ببینین بچه‌ها اینجا رو بیا. ها این چی گفتی الان؟ میبینین بعد اینا رو نگاه کنین. اینو بذاریم اینجا. میز خالی کن. میز خالی کن. خالی اینا رو بردار. بچه‌ها اینا رو بردار. چای بذار اونجا. خب یعنی این از این در مورد باید هر کدوم آره. از اینا رو به اینا ربط بدیم. آره. خب این از این بچه بازم میام اکسار اونجا این میذارم. نشانه مرگه مرگ یکی دیگه داره. آره. مرگ خاموش. آره مرگ خاموش معلوم نیست بچه الان اینجا یه چی. چیزی نوشته. رمزه. بذار اینجا. بذار اینجا. فعلا نگاه برداشت نکن. اینجا هم هست. روی این فکر کنم باید پیدا کنیم. اینم چیز اینم آخر. هیچی آخرش رو بذاریم بر نه دیگه اینم نه بچه دیگه، اینم کمک مهمه میکنه دیگه. دیگه. بذار اینجا یه دقیقه. خب یه دقیقه. آروم. خب 3 تا درخت داریم اینجا. از کجا میخوام از اینجا شروع. آره این اولی بود این دومی بود این سومی این چهارمی بود من یک دیدم بار دیگه راهنمای دومو بخونید. بچه یه ذره فکر کنیم. آخه هیچی نیست اینجا. چیزی چرا میتونی یه ذره بچه نگاه کنی. یه ذره این قرمزا رو واسه من بخون. ببین این 3 تا قرمزا رو کلاغ واسه هست من اینجا بخون. 3 تا آره، بذار کلاغ، بچه‌ها بخون. ماهی حاجی احساس نمی‌کنی این دو تا رو بعد حل کنیم بعد بریم سراغ آره عکس اولی دومه دیگه. نه این عکس این- سومه آره این چیه آخه؟ فک کف داداش. حاجی اینجا خالیه. نه اینجا فک خالیه. اینها چشم مینا نیست. یعنی وای خدا نکنه اینجوری باید باشه مثلا از اینجا مثلا یکی بیایم اینجا بعد بریم بالا بعد اینجوری بیایم. اینها دیگه نه از کجا باید شروع کنیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ راهنما. میگم راهنما. گوشتو بیار بزن راهنما ببینم. نکنه از این حروفا باید بریم. این حروفا چی؟ اینا رو باید اینجا پیدا کنیم یعنی. نمیدونم. بچه‌ها شبیه اون قبرات چیزن نگاه کن. اینا شبیه اون قبرات. چرا حس می‌کنم باید اینا رو تو اینجا مثل چیز اینجوری بزنیم؟ راهنمای دوم دوم آره. خب و ترسان درخت خشکیده سر به آها، فرق این. کشیده از ریشه مرا میخشکاند. اینها اینها اینه. مربوط به این درخت این است. درخته. اون چیزشه. خب بچه‌ها این من دومیه نی. این متن مربوط به اینه. اول بعد از اونجا شروع کنیم. بعد اینه. خب خب بخون در تصاویر درون پاکت یک تصویر با 3 درخت وجود دارد که از جمله درخت سر به فلک کشیده چنین برمی‌آید که منظور بلندترین درخت. آها این این بلندترین درخت منره. منره وسط است. از جمله از ریشه مرا میخشکاند. منظور نزدیکترین حرف به ریشه است که در درخت وسطی می شود. درخت وسطی ه. خب چی؟ یکی از کلمه ه. خب بنویس هرا خب بیا الان نکو بعد از هی شروع کنیم بیایم. بذار اینا رو حل کنیم. الان یعنی بعدی میشه چشمه دیگه. نه دیگه یا میشه این مرگ خاموش این آیویه. آیوی یا آیوی مربوط به آیوی به رنگی به جز رنگ سفید است. تنها جایی که به جز حروف سفید آفرین. خب یعنی چند؟ خب الان فعلا به این نگاه نمی‌کنیم بچه‌ها. خب ببندش خب این هی از درخت نگاه آورد. نکن. باشه بزن اینجا. چشماتو کنترل کن نگاه نکن داداش. خاموش میشه خودش خب هی بچه‌ها میگه مه‌ها از بین میروند، خاطرات میمیرند، اما نگاه تو درون چشم‌هایم هرگز نمیسوزد. خب اون حتی موقع که اگر تو هم بسوزی. اگر تو هم بسوزی. چرا به سوختن اشاره میکنه؟ ببین مه مه آره. ه
مه‌ها از بین می‌روند، خاطرات می‌میرند، اما نگاه تو درون چشم‌هایم هرگز نمی‌سوزد، حتی اگر تو هم بسوزی. می‌سوزن، همه دارن می‌سوزن، همه دارن می‌میرن، همه دارن می‌سوزن. بچه‌ها اینجا نوشته آیوی به یونانی که که به عدد عدد 4 بنویس 4. آره این ساعت ها رو دیدی اینجوری درسته. چیز میزنن. ریاکشن‌های این یعنی اصلا این ریاکشنش رو میبینی اصلا آوردم جو بده به این داستان می‌دونی اصلا این جو میداد چون جو خدای جو اوکی. آره آیوی خب به 4 معنای عدد 4 چهارمین حروف قرمز چیه؟ نه 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 الان بعد رمز نه. داره میده ها اول ه بعد نه همین دیگه بعدی الان این تام الان باید بریم چشم یعنی میاد یعنی نه از خانه خالی به روی از خانه خالی باید شروع کنی بچه اوکی اوکی بس یه دونه میاد اینور یه دونه اینجا دو تا میده بالا چرا 2 تا؟ آها یه دونه میاد اینور درست اومدم یه دونه بالا دو تا اونور یه دونه بالا درسته میرسیم به گه گ خب ه نه بچه‌ها دیگه آخر اون یکی اینه دیگه مرگ خاموش که مربوط میشه به این خب سه تا کلام داره کلام داره یا کلاغا رو میگه نه ماهیا مردن مرگ خاموش می مرگ خاموش اشاره به ماهیایی دارد که مردن آره یه دیدی؟ دونه ماهی مرده نه خیلی ماهی مرده توش معلوم نیست ولی تعدادشون اهمیت نداره حروف حرف بعد دنبال به نظر چه بچه‌ها خیلی حرفی چیز افتاد رد گوش بده. بحث اصلی این سفید است که داره به کجا نگاه میکنه شمال بعد اینجا هم شمال داره شه یعنی؟ نه این داره به شمال نگاه میکنه بعد الان باید حروف برسیم بچه‌ها راهنما رو بکنید 2 دقیقه وایسی آخه نه راهنمایی چیز میکنه که چه جوریه نمی‌سن نمیگه که پاسخ نهایی رو پاسخ نمی‌بینه نهایی که. رو نمیدی که ما باید پیدا کنیم یه ذره راهنمایی کنیم از اینجا باید چه حروفی رو در بیاریم برای اون نمیگفت که از جای خالی باید شروع کنیم که نمیفهمیدی ماهی سفید درون سومین موج آب درون همون سومین موج آب خب آره سومیه که به شمال نگاه میکنه از آنجایی که شما به دنبال حروف هستین باید از شمال سومین موج به حرف برسید نه باید اون نگاه آ نمیشه آ سومین موج شمال راست میگه شمال سومی میشه راست حالا بذارید نه همونه این حرف نه راست همونه آره اینا سومین حرف شمال الف حل کردم خب بزن کد اینم باید بخونیم دیگه بچه‌ها کدو بزن نه اینو اول بخونیم راهنماش گفته که اینم پاسخ نهایی رو نبین ببخش بده من بزنم اینو چیزو بزنم من خاجی هنوز گفتم نه این این بچه‌ها بچه‌ها ادامه سفارش بدید تا جایی که میتونیم چقدر میشه ه ن ج ی الف عزیز باید عدد عدد نیست باید. کلمه باید بیاریم ه ن گ الف آ هنگاه یه چیزی نیست نه نیست که حس کنم باید حروفیش کنیم درستش کنیم حرف بزنیم گانه به ترتیب نمیشتم دیگه از اول یواش از اول به آخر نه راهنما رو بکن از اول درست از اینجا اومدیم همون راهنما اینها راهنما. حاجی 4 چی میگه نکنه بعد 4 هم باشه آخه آیلی هم هست آخه آیلی بعد چی آیلی هم حساب کردیم دیگه حساب کردیم کلا 4 حرفتون گفت آره از اون لحاظ آره چیدمان این حروف کنار هم را بیابیم تا به کلمه مد نظر چیدمان دیدی گفتم باید بچینی. خوب دیدن به شما بسیار کمک خواهد کرد ببین دوباره یا تاکید کرد گانه نه خوب دیدن به عکس نگاه کنید بچه‌ها
خب مگه این نیست دیگه؟ کلاغ‌های درون تصویر به شما خبر از جایگاه حروف را میدهند. یعنی 3 تاست. ببین این 3 تاست. این چند بود؟ این الف بود. این کلمه سومه. خب الف کلمه سومه. خب پس بچه‌ها الان کلاغ‌های دیگر رو چی ببینید؟ ببین سومه. بچه‌ها الان ببین تو این عکس چند تا کلاغ داریم؟ 2 تا کلاغ داریم. نه. 1 2 3 4. ه کلمه آخره. ه 2 تا کلاغ داریم اینجا. گت کلمه دومه. اینم یه دونه داریم. آره آفرین. نه نه این که نه این نه کلمه دو چیزه به جای گ نمی‌نویس. این نه اولی گ. گناه حاجی بابا آرام. یوا بابا من داره کار میکنه. خب گناه بزن گناه. وای از استرس. خب بزن گناه. چرا ما به عقل پوچمون نرسید آخه؟ لنگا یعنی چیا؟ ثابت. لنگا جدا چیا؟ به جدا میخوایم بنویسیم. نه به عقل پوچمون چرا نرسید؟ چون اینجا چسبیدن به هم دیگه فهمیدن. بیا سکوت کنید. بچه دوباره چیز بیا داریم. بعد بخون. اینو بخونم اون ادامه اینه. آره. خب من میخونم. نه اینو اول 2 باید نفری بخونیم. باید بخونیم. 2 نفری باید بخونیم. بذار بذار من من هانیه بخونیم. ها؟ یه بار من هانیه بخونیم. کمکم کنید. این هیوله ها، این کله هرمی ها دارن دنبالم میکنن. هیولا راجبی چی داری حرف میزنی؟ مگه ندیدیشون؟ نه من فقط یه مش آدم عصبانی میبینم. اونا میخوان منو بکشن. شاید هم یه کاری کردی که مستحق بشی. این حرف یعنی چی؟ همه ما یه دلیل اینجاییم. این شخص خودش میدونه چه کسی رو صدا بزنه. این جسد اینجا چی کار میکنه؟ کار توه؟ نه من فقط وقتی اومدم اینجا این جسد همینجا بود. من کاری نکردم. پس اون تفنگ توی دستت برای چیه؟ من کاری نکردم. قسم میخورم. من فقط دنبال یه جای امن میگشتم. من جیمز ساندرلند هستم. شما کی هستی؟ ادی بروفسکی. ادی میتونی بهم کمک کنی در قفل پارکو باز کنم؟ نه نمیتونم. باید برم. بچه بذار ما در مورد این حرف بزنیم. چیزه الان اینجا نکنه گاز سمی پخش کردن. بابا کله هرمی ها میگه. ببین این آدم معمولی میبینه. یه مش آدم معمولی داره اینه که عصبانیه. این میگه کله هرمی من دارم بچه گاز چیزه گاز توهمزاه. توهم میزنه. گاز توهمزاه. خب فقط بچه ها صدا نمیده. صدا آهنگ صدا چیزه فقط اینجا یه چیز دیگه هم هست اینه که اینجا به یه چیزی اشاره کرده. این شخص خودش میدونه چه کسی رو صدا بزنه. اون نامه که فرستاد از طرف زنش نبوده. بسم الله. خب الان بچه‌ها توی این بارکده وقتی این در چیزو وا کردیم، قفل پیدا کردیم، رمز پیدا کردیم، در اینو وا کردیم، بهمون یه دونه مکالمه جدا داد. اونم میخونیم. تو هم دنبال کسی میگردی؟ تو چقدر شبیه مری هستی. تو هر چیزی که بخوای میتونم باشم. اسم من ماریاست و تو هم جیمزی، درسته؟ تو از کجا اسم منو میدونی؟ من همه چیزو میدونم جیمز. مثلا اینکه تو دنبال همسرت میگردی. منم میتونم کمکت کنم البته اگه بخوای. راستش چرا که نه؟ به نظرت کجا باید دنبالش بگردم؟ شاید بهتر باشه بریم بیمارستان. من هر چی که تو میخوای. ببین چیز کرد. هر چیزی که بخوای چند تا باشم. تئوری داره. یا اینو میتونی درست کنی دیگه ان شاءالله تو ادیت. آره. چیز اولم اینه که این توهم زده یک آدمی داره میگه. من این یه دونه رو میدونم. یه فکت قشنگ من میدونم. توی اون پارک اون مهه توهمزاه. ما بعد الان توهم ولی از فکر واقعیت نکنم. جدا کنیم. ادی ولی توهم نبود. ادی توهم بود به نظره. پس چرا ادی اصلا مشکوک بود؟ بچه‌ها ادی اصلا مشکوک بود. این که مثلا اینجا میگه چرا بالا یه سرش تفنگه؟ اصلا یه جسد دیده. میگه این جسد چیه؟ میگه نه من نکشتم. مثلا آها این داد نزن بابا. یارو بزرگی سرشو. بچه‌ها این ادیه؟ آره نگاه کنیم یه دقیقه این تفنگ این اصلا تیر نخورده.
بچه‌ها دست این ادیه دستش تفنگ که یه نفر اینجا مرده. بچه این بچه نیست؟ این بچه آره. این خودش بده آها چیزه ندیدم. بچه‌ها بازم میگم دیگه اینجا نمیام نشونتون بدیم. اکثر اونجا براتون میذاریم همه رو. بذار من ببینم بذار من نگاه کنم آیتم خیلی یکی سنگین باید بزنی. نه جای تفنگه نه این جای گلوله است من فکر کنم شاید اون دختره پشت گذاشته خب پس بچه‌ها می‌بینید الان اینجا یعنی خونه آره خون ریخته زمین. واسه اینجا داشتن ولی یکم عجیب بود. مریه از این عجیب‌تر این مریه یعنی؟ بچه‌ها ادی هم یادتون ادی. باشه ادی اصلا ادی. اینجا وقتی جیمز بهش گفتش که این کار تو جسد دید گفت این کار توه اصلا ادی ترسید استرس گرفت گفتش نه نمیدونم این من کار من نی من چیزی نیستم. نگاه آره میگه نه من فقط اینطوری هول آره. کردم میدونی؟ بعدش اصلا سریع اینجا هم دقت کنید بعد مثلا میگه چیزه اسم این چیه همدیگر معرفی میکنن جیمز که میگیم یه در کمک کن در قفل وا کنه اصلا تفره میره آره من نمیتونم کمک کنم میره. اصلا وای نمیسته سریع بحث عوض میکنه میشه میره وای نمیسته میترسه دیگه. ولی مثلا ماریا چیز میکنه بعد آخه ماریا هم مشکوکه میگه من هر کسی که بخوای میتونم جدا باشم. از اون داره جیمز رو میفرسته به بیمارستان. بیاین بیمارستان رو باز کنیم. بیمارستان ادی بیمارستان هم نداره. باز کن. ولی میدونی چی عجیبه برو اونجا اینا رو باز. اینا رو جمع کنید. من امیلی رو که خوندم بچه‌ها اینا که چیز میکنن بذاریم تو پاکت خودش آره بیا. اون قبلی هم گذاشتیم تو پاکت خودش نه. بچه‌ها امیلی خیلی مشهور بچه‌ها من اینا یا اینکه اینا همشون دست یکی کردن اینو بکشونن شفاف بشن نمیدانم. بده. من اینا چیز با نمی‌کنم. اوه من این وحشیا با می‌کنم. وای دردانه لا وحشتت ناشتم. جلسن دار سنگ لاقا بیمارستان بچه‌ها این چی پیدا کردم اینجا رو. حاجی اونم بیمارستانم بیار وای مری اونم کی می‌تاید من چه به من گیزن تا. خب نشون بده. بچه‌ها اینجا رو. بچه‌ها به ترتیب نشون میدم. اینجا کیه؟ این چقدر شبیه چیز بود ماریا بود. دختر اولیه نه شبیه یکی دیگه است. اون مارسیا بود دستش من بچه‌ها اینجا چیز داریم. معما داریم که باید اینجا رمز در رو باید با این ساعت رو چیز کنه. این سخته نمیدونم. بعد اسمش هم میدونه. بچه‌ها اینجا چیزای دیگه داریم. داخل این یه پرونده دیگه داریم. داروخانه، اتاق تزریقات. خب پس بریم سراغ این. آها چیزه پشت این عکسه بچه‌ها نوشته چیز داره. بین جیمز و ماریا ادامه داره. مکالمه داره لعنتی اون موجودات چی بودن جیمز؟ فکر کردم دیگه همه چی تمومه. قبلا هم دیده بودمشون. دیگه مطمئن شدم که میخوان بکشنم. خیلی نزدیک بود. شاید بهتر بود میذاشتی همونجا بمیرم. این چه حرفیه ماریا؟ نه من نمیذارم این اتفاق بیفته. جیمز من واقعا حالم خوب نیست. این زخم لعنتی هم باید فوراً زخمتو ببندم. اینجا باید داروی چیزی باشه حتما. واقعا فکر میکنی اینجا هنوزم مثل یه بیمارستان عادیه؟ چاره‌ای نداریم باید امتحانش کنم. جیمز تو فکر میکنی زخمای من درمان دارن؟ تو اینجا بمون سعی کن استراحت کنی زود برمیگردم. یادت آخرین باری که گفتی همینجا بمون چی شد؟ نگران چیزی نباش میرم داروخونه شاید اونجا چیزی بتونم پیدا کنم. رفتم گوز پیچ شد سری داخل مکالمه قبلی زخمی نداشت ماریا یا چطوری زخم دار شد این الان برای منم هست عجیبه برای اصلا منم. حس میکنم این بعد میارو اومد گفت تو چقدر شبیه زن منی بعد اومد یعنی این راهنما رو ببین. ماریا رو شبیه زن خودش دید بعد من برگشت گفت پرو من میتونم زن تن باشم بعد نزن صدا میفته رو میز نزن. بعد برش تو بزن اونجا. حالا تو این گرم میزنن اون داره بخار میده گرم. اینجا نوشته از صحبت‌های جیمز متوجه میشوید اولین جایی که باید بروید داروخانه است. بس درست الان اینو خوندیم. قفلی که با آن روبرو هستید قفل جهتی میباشد خوب نگاه کنید. اینجا کمد نداره. فکر کنم باید اینو باز کنیم ها. بده من باز کن. دیگه تو باز کردی دیگه گوزو. الان اینجا رو مربوط به منه.
بچه اینجا آروم این آدم مطمئن اینو آقا اینو اسکن کن داداش. اینو اسکن کن. بعد اسکن اسکن کن. به بلد نیستم گوشی هایی نه من استرس میگم اون که میاد من گوش میشم. یواش بله. آهان بفرم. خب اینجا باید باز بزنیم دیگه بعد از رو این بعد چیز کنیم. کمد کو من باشم چرا رو ساعت دیوار نگاه تو به ساعت دیوار اشاره ای نکرد پسیم چه کمدی اونو باز این توش اما کمد بچه‌ها. می‌بینی؟ تو چه کاری؟ اشتباه کمد با کنیم کمد توی میبینی؟ بده به بچه هم نشون بدم آره میدم کمد بچه بابا میذاره دیگه من یونگل‌ترم و میخوای من باشم نه اوکی بچه اینا رو پیدا کردیم میدونم هم عکسش بارکده او اینم کمد است اکثر رو میذاره ها اکثر رو قراره بذاره ولی بازم این بی‌معنی نمیتونه باشه بچه‌ها تا الان ما هیچی از ماجرا نفهمیدیم فقط میدونیم که داریم میریم اولاق اصلا نمیدونیم جیمز کیه ماریا کیه ما الان میفهمیم چی به چه میفهمیم نه میدونم ولی اون جوری که باید نفهمیدیم که چی آوردیم تو ویدیو خب بعد تو مسیر متوجه میشیم الان من میدونم دارم چه غلطی میکنم این نمیدونه خب اوکی بچه اینجا چیز داریم جیمز و یا آدم جدید این دفعه منو میخوریم خب 1 2 3 4 1 2 3 4 5 تا دارو اینجا داریم مگه اون زیبا عقربای ساعت هم بچه حواستون باشه چیز اشاره نکرد تو راهنما این چشه باز این چشه داروی چشم مهم نیست میتیکامو خب بچه ما با یه مکس کوتاه آمدیم دوربین به مشکل خورد رفتیم دوباره اومد خب برو رو چیز ماریا رو خوندیم اینم رفت نه الان باید اینو با کنیم کمد زهرمار شده دارم برای بچه ها نه تو سیکتر شده بده من اینو یه چیزی بود راهنما بود راهنمای اول ببین هانی نگاه نوشته که از صحبت‌های جیمز متوجه می‌شوید اولین جایی که باید بروید داروخانه است قفلی که با آن روبرو هستید قفل جهتی میباشد خوب نگاه کنید پس باید به دنبال جهت باشید هر طبقه از کمد به یک جهت اشاره دارد خب کمد هر آها نگاه کن ببین حس میکنم این میگه مثلا چشمه به چشم کدوم بره چه ربطی داره حس میکنم اینطوریه ببین مثلا این چیه پنیر تو با دارو چی کار داری داروه بخون دومی رو بگو خوندم دیگه نخوندم گوه میخوری آخه آخه جهت ساعت بیشتر داره جهت نشون میده نه سب کن ببین آقا راهنمای دوم از اونجایی که این خونده میخونم این گاو خونده جلو راهنمای دوم نوشته طبقه اول قرص‌های رانتیدیدین آره برای معده است میباشد خیلی ممنون جناب دکتر خانم دکتر شما هم میتونید تشریف بیارید مطب من تهران هستش تو جای بابا سرشتو بیا پایین بابا سرمون درد گرفت که مربوط به معده است معده اینم خوندم اینجا نوشته معده برای من فاز دکتر برداشته باز میتونید بیارید معده در آناتومی بدن در سمت چپ بلندتر دولت یواش وحشی دم گوش من داد میزنه اینا رو میزاختم بعد کات نمیکنم ادیتور ایتا منم خدا اگه کات کنم کات نمیکنم آدم باشید بعد ادیتور لجش میگیره خب بچه ها اینجا جهت اینم داشت اینجا اشاره میکرد که نزدیک باشین اینجا روی بدن چیز کنین بازم دارم میگم همه این اکثر کوچیک و گوشه بزن این نشون بده اینو خونده بوده خب اینقدر داد دادی دیوس خب جهت اینم کدا آخه اول اینا رو حل کنیم بعد روی خاموش شد شد کشات گوشی تو به من
بعد قرص معده است روی سمت چپه یعنی معده این ور راسته یا نه این ور راست میشه چون اینجوری آره چپ این بس ها؟ خب که چی؟ چه ربطی داره؟ چشمم الان ببین ما میشم برات ها. راهنمای سوم ببخشید ولی مجبوریم بخونیم هیچی نمیفهمم. طبقه دوم قطره ها رو چرا قزه ها نوشته؟ قزه نه چرا قطره رو قزه نوشته؟ چشمیه و از آنجایی که مربوط به جفت چشما می باشد پس چپ و راست بودن بی‌معناست، اما چشم‌ها در قسمت سر بدن هستن که مربوط به قسمت بالاییه. اینجا هم ببینید اینجا تخم اینجا ببین عقرب کوچیک سمت بالاست. چشماتو در میارم. ببین اینجا بالاست. خب برای خاموش میشه. اینجا بالاست. بعد اون جهت نگاه کنیم زهرمان آقا خیلی خوب بود. برای خاموش میشه. دارم زر میزنم. بنا چجوری جلش شدم؟ هر چه دوست داری بگی خب ولی بازم ربطی نداره چون این بالا 3 تا عقربه داریم. باز این دومی ربطه به بالا این اوکیه، قطره چشم اوکیه ولی بالای رو مخم. خب بخونه دامشون. کرم جی برای پا جی برای پا. کرم جی هم مربوط به کف پا می باشد. پس چپ و راست بودن بی معناست، اما کف ها مربوط به قسمت پایینی بدن هست. اینجا هم به نکنه ترتیبیه 1 2 الان معدهش کجا الان؟ این معده این یکه. خب اینجا یکه، اینجا رو نگاه کنید این یه دونه این برای سمت چپ نشون داده. خب الان سمت چپ چیه؟ 1 2 بذار این آخری هم ببینیم. اشکال نداره تلاش میکنیم باز تلاش اینه ها بخونم تلاش سمی اینه اینه باید در داروخونه رو باز کنیم. پس چرا ما داریم اینو حل میکنیم؟ حتما این میری داخل. هنوز ما داخل نرفتیم. من در داروخونه رو داریم وا میکنیم. خب این داروخونه است. من ریدم دهن سازنده. اسمشو پیدا کنید از همین جدید چیزی. من اصلا اینو چرا آوردی؟ من مهمانیم. ریدم تو مهمان. خب مهمان ناخوانده آورده بر من. بچه‌ها این کدم اینم چیز داره، حتما این کد چیزی داره این پشت کیو آر گذاشته. بذار اینم بزنیم. چرا راهنما رو نمی‌کنیم؟ راهنما تموم شده داداش. یا بیانیم آنا بوق میذارم؟ نه خوب نیست. اوکی بذار. رمز با استفاده از جهت‌ها مثل بالا پایین وارد کنیم. آقا من الان داروخونه رو باز. الان رمزه رو ما اینجا جهت‌ها رو پیدا کردیم. یعنی دیدید؟ خب الان این چیه؟ حاجی الان این چیه؟ اینو الان زدم. بچه‌ها این کموده از پشتش کیو آر داشت. کیو آر کد داشت. خب من کیو آر کد رو زدم اینو آورد. اینم من چیز میگیرم. از صفحه چیز میگیرم بذار اونجا. خب بچه‌ها زهرمان خب ببینین اینا اشاره میکنم این ویدیوشو بزنم گوشه و اون بر خالی تره. بچه ببینین اینجا میزنم اینجا خب بزن چپ. خب ببینین الان اینجا سمت مطب میذاریم. خب بفهمید چپ جا نمیزنه و بریم خب ببینین چپ بالا پایین چپ. بالا پایین چپ. چپ.
تایید. باز شد. دیدین؟ برازم. شما خب ریدیم تا خودمون حلش. چیزه لعنتی. وایسا اینجا نوشته لعنتی داخلش چند تا بسته گاز استریله، اما من به قیچی و ضد عفونی کنندم واسه بستن زخم ماریا نیاز دارم. بهتره به اتاق عمل برم، شاید اونجا بتونم پیداش کنم. اپریشن. الان میریم اتاق عمل. الان اتاق عمل میریم تازه. خب سیشتو چی؟ خب چرا اینجوری بود؟ چرا اینجوری شد؟ ترتیبش رو اشتباه آوردی. برای همونه من همینجوری گیف زدم. خب اوکی الان این از این. حالا این گوتول بچه‌ها یه چیز دیگه هم توش بود. بچه‌ها راستی ماریا کی زخمی شد؟ برای چی زخمی شد؟ الان به این سر. بچه‌ها داروخونه هنوز نمیتونیم بریم اینجا. بچه‌ها اصلا حواسم نبود داروخونه یه چیز دیگه هم داشت. دیگه بچه‌ها دختر اینجاست. اینجا که کمد هست یه دختره هست. نه عکسش هم همش میاد این. اینا نخوندیم. الان اینو میخونیم. منو این میخونیم. خب این هست. آهان الان ببین کنم الان بعد اینه. بعد الان ما اینو پیدا کردیم. من ریدم دهن جفتتون. این چه ترتیبی آوردید آخه؟ بابا من دارم میرسم رمز این کوگو پیدا نه، میکنم. نه، اوکیه، وایسا. کی هم دارمتون؟ داری مگه؟ نه یاسه کی مگه؟ تفسیر توی دیگه اونجا بوم بذارید بوم. بده. خدا بذار دارم حرف میزنم. بچه ها اینجا که کموده بود ما حل کردیم، اینو حل کردیم تموم شد. این به این نتیجه رسید که پشت این کموده فقط گاز استریله. یه چیز دیگه هم میخواست که بعد از اون قضیه توی همونجا تو اون مکانه با یه دختر آشنا میشه. خب آره دنبال کی اونجاست؟ ببخشید ترسوندمتون. اسم من لاراست. تو نباید اینجا باشی چون این شهر پر از هیولاست. واسه تو خیلی خطرناکه. هیولا؟ من هیولا اینجا نمیبینم. تو اینجا چیکار میکنی؟ دنبال همسرم مری میگردم. مری؟ من اونو میشناختم. چی؟ تو مری رو میشناختی؟ ما توی بیمارستان با هم بودیم. اون خیلی مهربون بود. ولی تو چرا اجازه دادی مری بمیره؟ من نمیخواستم اون بمیره. مری از یک بیماری خیلی سخت رنج میبرد. اگه واقعا دوستش داشتی بیشتر تلاش میکردی. من هر کاری که تونستم انجام دادم. تو اینو نمیتونی بفهمی. شاید، ولی مری از تو متنفر بود. میدونی چرا؟ چون تو دروغگوی بزرگی هستی. مری مرده و تو هم اینو میدونی، ولی باز وانمود میکنی که زنده است. تو چیزی از من و مری نمیدونی. من همه چیزو میدونم. تو آدم بدی هستی. امیدوارم این بار بتونی اینو قبول کنی. البته که حرف زدن با تو فقط وقت تلف کردنه. بهتره برم همون پیانومو بزنم. وای به کل یادم رفته بود واسه چی اومدم اینجا. باید دنبال جعبه کمک‌های اولیه بگردم. خب بچه‌ها الان میریم سراغ این اتاق عمل. اینو باید حل کنیم. پشتش کد داره کدو بده. اونا نه اون شد دستمونه. کدوم؟ آره دیگه. چیزو بزن تو. راهنما. آره راهنما رو بزن. راهنما رو بدم. راهنمایی اول 4 ردیف ساعت که باید در هر ردیف ساعت به یک عدد برسید. شما به 4 عدد نیاز دارید. ببین 4 3 ردیف 1 2 3 زدیم نشد. این خب. نشد. آره 3 1 2 3 نشد. آره دیگه تو نزد. اوکی خب خب راهنمای دوم اگر عقربه های ساعت ها هر ردیف را به ترتیب از سمت چپ کنار هم بچینید به یک عدد انگلیسی دیجیتالی میرسید. 6. ها؟ آها میگه که از چپ بچینیم. یه بار دیگه بخون. اگر عقربه های ساعت های هر ردیف را به ترتیب از سمت چپ کنار هم بچینید به یک عدد انگلیسی دیجیتالی میرسید. از چپ بعد چه خیلی فشرده شدیم تو ویدیو بد میشه. خب چپ این بر چپه نه بر اینو ولش کن. چپ این بره. بعد از اینجا چیز کنیم. خب الان بچینیم دیگه از این بر بچینیم. از این بر اون بر. از این بر وایسید 2 دقیقه وایسید نگاه کنید. این نیست دیجیتالی. اینا رو بعد چیز کنیم دیگه. نه ببینید الان این اینجوریه. اینم با این مخلوط بشه میشه چند؟ 3.5 با 9.5. فهمیدم. وایسا این من نبودم چیکار می‌کردی؟ اینجوری درسته. این اینجوری میاد. بعد دوباره از چپ دیگه این بره. اینجوری چی میگی؟ اینجوری ها آجی.
هانی چی کار میکنی؟ هر ردیف فرق داره. نباید ردیفا رو به هم دیگه بچسبونی. در کنار هم دیگه یه عدد انگلیسی دیجیتال بهشون میده. ببین هر ردیف گفت فرق داره. نگاه کن. راهنمایی رو نگاه میگه 4 ردیف ساعت که باید در هر ردیف ساعت به یک عدد برسی. هر ردیف خودش یه عدد داره. آهان. پس اگه اونجوری باشه اینا رو باید چیز کنی. بذارید ببینم 3.5 با 9.5 چند میشه؟ خب ببین اینجوری میشه دیگه. 0 با اون 9. با این میاد. بابا ببین میگه از چپ باید چیز کنی. نگاه کن چپ اینه. رفت اون یکی این شکلیه. اینم این مدلیه. خب این به کجا میرسه؟ این 0. این عدد 0 رو نشون میده. بعدی هم اینجوریه. آره راست 1. میگه. 0 رو میزنی یک نیست. یکی دیگه. خب فهمیدی؟ میشه 0 1 بزن ببینیم چند شده. این چی میشه؟ این اینطوری وایسا. میشه. 7. 7 خب بگیر بزن. واسه یه دقیقه. من باید ببینم. اینجوری. کاش اینجا هم ویدیو میگرفتم اونجا پیدا نمیشه. اینجا چیز میکنم پاز میذاری دیگه. آره. یا نه اینجوری میشه. حاجی پشمام. بذار تو ویدیو نشون بده. اینجا من کسی رو ندارم اینجا ویدیو بگیره بچه‌ها اینا رو که این عقربه های ساعت رو بگو بزنم حالا. 0 این عقربه نه وایسا بابا یه توضیح بده. این عقربه های ساعت اینجا می‌بینید. این عقربه های ساعت رو که به هم دیگه از سمت چپ تو هر ردیف چیز کردیم این در اومد. البته اینجوری. عدد می‌بینید دیجیتالی عقربه ها رو از سمت چپ به هم دیگه وصل کردیم همون ترتیب و دیدیم که اصلا ناخودآگاه عین این دیجیتالی ها اینجوری برامون عدد آورد. اشتباهه. درست دیگه. بزن. 0 نه ببین 0 1 7 2 اشتباهه. به جای 2 5 بزن. 0 1 7 5 اشتباهه. اشتباهه؟ دیدیم مبارکه. بچه ردیف اول به جای 0 5 بزنید. ببینید میشه. ببین یه دقیقه 5 هم میشه اون حساب کرد. 5 1 7 آره نگاه 2 ببین بچه شد. برای تو نبود برای تو نشد. چرا اینها نه این 5 بود دیگه. ببین اصلا این 5. خب اشتباه زده بودیم. اوکی بچه ها 5 شد. اینو از این ویدیو بگیر از پس زمینه. وایسین. این میخواد حرف بزنه. حرف بزنه که عکس داره دیگه اینها نگاه. آها عکس بگیر میخوای یه دونه. وایسی. از ویدیو آنجلا اونی که تو قبرستون بود. من باید بخونم. اوه آنجلا خودتی؟ اون چاقو رو لطفاً بنداز. میدونم داری برای چه کاری برنامه ریزی میکنی اما بدون همیشه یه راه دیگه هم هست. واقعا ولی تو هم مثل منی. فرار کردن همیشه راحت تره. اما به هر حال ما لیاقتش داریم. نه من مثل تو نیستم. داری دروغ میگی مثل بقیه مردم. تونستی مادرتو پیدا کنی؟ نه هنوز. مطمئن اینجا زندگی میکرد؟ نمیدونم فقط خیلی خستم. پس چرا اومدی تو این شهر داری دنبالش میگردی؟ همونجوری که تو برای پیدا کردن مری اینجا اومدی. راستی تونستی پیداش کنی؟ نه پس اونم مرده. نمیدونم چرا حس میکنم هنوز اینجاست. باید بیشتر دنبال مادرم بگردم. بذار همراهیت کنم. نه تو رو کند میکنم. خب بچه این از این. الان ما دیگه اتاق عمل رو باز کردیم که در واقع میریم سراغ پرونده اتاق تزریقات. حل کردیم دیگه. اتاق عمل حل نکردیم ها. اتاق داروخونه رو حل کردیم. ایناها دیگه اینو باز کردیم رفتیم تو دیگه. آره خب بعد الان اتاق تزریقات اینو باز کنیم. بده من باز Kazır da bence hatırlasan tırmısam onu zırdı. Onu direttirmeyeydi onu zırdı. حال میده این مطب من چیز بشه سوژه بشه. ریدم تو مطبت. نه حال میده سوژه بشه آره دیگه دیگه درست Oh my god. بزن منش بزن بچه
چیزه نشون بدم. وایسا دو طرف هست داره. دو طرفه است بچه‌ها، اینجا رو دو طرفه است، وسطش هم اینو داره. نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه برگه این شکلی داره که روش حروف نوشته شده. نقشه است انگار. نه. کلاغ. میمونه، کلاغ، اسب، گرگه. آره. بعد این توش هم یه دونه از این عکس‌ها داره که پشتش هم بارکد. خب بیار بذاری وسط. نکم می‌ذاریم گوشه. باش. در مورد هر عکس صحبت می‌کنیم، عکس‌ها می‌گیریم می‌ذاریم گوشه. خب بچه‌ها اینا جمع کنین، اینا اضافه. بذار اونجا، نه اونجا قاطی میشه. قاطی نمیشه. خب راهنما رو زدی؟ راهنما یکی راهنما رو بزن، یکی کد اینو بزنه. آره تو کدوم رو بزنیم؟ من بزنم. میخوای اول راهنما رو بدونی بعد بزنیم؟ اسم من راهنما نیست. راهنما. خب الان میریم سراغ اتاق عمل. تمام شد اتاق تزریقات. خب ببین اسب میمون پس باید یه چیزی دراریم ازش. اینو حواستون باشه به اینا. آره. اینا بچه رو این چی نوشته؟ تو در برای من نمادی از جنسی بچه ها نوشته تو برای من نمادی از جنس خدازاری بودی. آقا چقدر خوبه. آقا اصلا حس میکنم زنش وجود نداره. اسکیزوفرنیا هستن آدم اسکیزوفرنیا. راست میگه. حالا صبر کنید. بذارین. آره بچه راهنماش اینجوری شروع میشه، میگه با توجه به جمله تو برای من نمادی از جنس خدازاری بودی، الان خوندیم، نماد هر حیوان چه چیزیست؟ حیوان مگه نماد داره؟ بله. نماد چیه؟ میمون نماد عالی. حروف روشه. یه بار برو ادامه‌شو بخون، بقیه رو بخون. اینجا گفته نماد چیه؟ میخوای بخونم؟ آها آره بخون. بعد خودمون در بیاریم نماد از تو این حروفا همینجوری. آره. مگه میشه؟ میمون الان چه نماد؟ میمون چی کار میکنه معمولا؟ پرش، پریدن، یه چیزی تاب خوردن. نه دیگه ببین میگه خدازاری، یه چیزی قسمت میمون که اذیت کننده است. خودش رو آزار میده. نه یه میمون جلوت یه کاری بکنه خیلی میره رو مخت. من از اینایی که کنشون میمون نداره از اونا بدم. خدایا میمون تقلید میکنه دیگه. تقلید. اینو اینجا خوندم. دیدم. خواستم راهنمایی بدم اینم نگرفتیم. اینجا تقلیده. تقلید. من آزار میده. کلاغ. تقلید دیگه. تقلید یه میمون بیاد اذیت سر و کنه. صدا. این تقلیده. اینا ندیدم جدی، اینا رو ندیدم، اون یکی رو دیدم. کلاغ. آخه چه خبریه همینجوری بدون راهنمایی گفته از بین این حروفا پیدا کنید. مثلا اول همجوری این چیه؟ اسب گرگه. گرگه. روباه هم میشه باشه. بخونید. اسب جفتک میندازه. جفت نمیشه. فریب. فریب. فریب میده مگه؟ روباه نبود. روباه فریب میده بچه. گرگ هم جنس خودشو میخوره چه برسه به نخون. فریب. من نمیخونم، نخون. آها نمادی از چیه؟ وفاداری. گرگ وفاداره دیگه. این سگه. اینا اینجا دید نوشته بود وفاداری. ها سگه. سگه. بچه‌ها این نجیبه. دیده. بچه‌ها اینو من نه. اینو اینجا دیده. مامان. نه به خاک هر کی بگی ندیدم. من اینو دیدم ولی اینو ندیدم. اونم ندیدم. این شد. ببین بچه‌ها این میمون. همین. میمون میشه تقلید. کلاغ میشه شوم. اینجا نوشته. از اول من روی این کلاغ حس خوبی نداشتم. بیشیم بابا. اسبم میشه نجیب. سگم میشه وفاداری. خب وفادار نجیب نگاه نکردم. راهنمای سوم. روی تصویر هر حیوان حروفی پراکنده وجود دارد. نماد هر حیوان را با وصل کردن حروف به هم ایجاد کنید. بنویسی؟ نه روی این بنویس. گفتگوش باید نشون بدی. شاید یه چیزی باشه. مگه نگفتم بس کنید. بس کن.
من خواستم اینو بدم به بابا. معمولی بکش. نمیبری اینو خونه این دفعه. این دفعه نه ولی تمام بشه میبرم. تموم بشه. 4. 4. خب این شوم. اینا رو مثلا همینجا با فلشون دادشون یا آک. یعنی الان به ترتیب رمزو بزن. کلاق. کلاق چیه؟ 1. پس میشه 1. 2. بعد اسب. اسب؟ آره. 7. نه. آره دیگه. آره بعد اسب، بعد میمونه، بعد پنج. سگه. بعد نه اشتباه رفتم. 7. بعد اون 4 چیه؟ 5. 4 5. باز شد. اوه. ادی جیمز و ادی هم. جیمز و ادی. ادی اینجا چیکار میکنی؟ وای خدای من، تو این کار کردی؟ من کاری نکردم. وقتی اومدم اینجا اینا مرده بودن. ادی دوباره کنار یه جنازه وایسادی؟ مطمئنی تو این کارو نکردی؟ آره مطمئنم. چرا همه فکر میکنن من یه قاتلم؟ آروم باش، فقط میخوام بدونم چه اتفاقی اینجا افتاده. میدونی چیه؟ من دیگه از هیچی نمیترسم. ادی تو وضعیت خوبی نداری الان، بهتر از اینجا بریم بیرون همه جا همین شکلیه. اینجا یا اونجا فرقی نداره. چرا اینطوری صحبت میکنی؟ تو هم مثل اونا هستی که منو مسخره میکردن. فکر میکنی من احمقم؟ نه ولی همتون منو مسخره میکردید. من فقط میخواستم از این کارتون دست بردارید. آره اینا رو هم من کشتم. خسته شده بودم از خنده هاشون. اگه میخوای تو هم نمیری سریعتر از اینجا برو. آروم باش، من نیومدم اینجا که تو رو اذیت کنم. دنبال چیزی میگشتم که الان پیداش میکنم و میرم. الان دست uyup daha var. Akşam oldu da. Biri maşını babaş bugün. Valla برید کجا میزنه. آه بچه‌ها خسته شدیم. مردیم. تمام فسفر سوزونی فسفرمون تمام شد. وای بچه‌ها دیگه بقیه‌اش بمونه برای پارت بعد. واقعا انقدر طولانیه. 2 تا پرونده دیگه موندن. حالا آره دیگه اینا موندن. بیمارستان نه بیمارستان رو حل کردیم دیگه. بیمارستان رو حل کردیم تموم هتل شد. از همه سنگین‌ترش همین آره هتله. هتل انقدر چیزه هتل سنگینه. مثلا توش پره. بعد یه دونم زندان. این 2 تا پرونده مونه واسه یه پارت دیگه، پارت بعد. اگه دوست دارید بدونید که آخر این پرونده چی میشه، حتما پارت بعد از دست ندید. منتظرتیم.